الحمدلله روند توزیع بوت‌ها و جمپرهای زمستانی برای فرزندان عزیز ایمیهن، کسانی که در روی سرک معمولا کارهای شاقه میکنن، آغاز شده است. فعلا البته دوستای عزیز کسایی هستند که وضعیت بوت‌هایشان متاسفانه به این شکل بوده است. از اکثریت اینا و حتی بعضشان در زمستان با پاپوش‌ها، یعنی با چبلک‌ها، متاسفانه زمستان سپاری میکردن. ان روند ادامه داره. ما تا آخر زمستان بیشتر از 1000 کودک ان ما لباس‌های گرم و بوت‌های گرم میپوشانیم. عزیزای دیگر می‌بینین چقدر قطار طولانی شده است. ما همه اینا را ان این البسه و این لباس بهشان ان میپوشانیم. الله متعال به همه کسایی که در این روند سهم میگیره خیر نصیب کنه. و السلام علیکم.